آقا سلام بچه، حالتون چطوره؟ من متینم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو گنگ. امروز آقا اومدیم 10 تا از بهترین لوتای مولتی رو بهتون بدیم. خب شماره آقا DLQ33 این وقتی که ترای میکنم میخوام دیل بکشم، این دیل رو برمیدارم که واقعا خیلی گنگه. بعد نایفش هم کارامبیت بذارید. این نایف ها هم که اکثرا برای اسنایپ میذارن دیگه، حالا هر کدوم شما دوست دارید و میتونید بذارید. خب این نیزم واقعا خیلی خوبه، مومنتش اوکیه، واقعا حال میکنم با نیزه. خب شماره 1 MG42 که این سیزن نرف فکر نکنم شده باشه، یادم نیست، ولی این اتچمنتش رو بچینید، گنگه. سکندریش هم همین دستکش بوکس و پرکاش هم اینا رو اگه دوست داشتید بذارید. آره خب شماره 2 آقا این دیله که سلطان هیپ فایر بهش میگم، من خیلی گنگ میزنه هیپ فایر ها که داخل فیلم های کوتاه هم که دیدید دیگه. اسود نایف هم کنارش رو برقرار کردیم. خب شماره اینم پرکاش، راستی یادم رفت بهتون بگم، این پرکاش هم اینا رو میتونید بذارید. آره اینا بهترین پرکای اسنایپ هن. خب شماره سم که گان ایزو هستش که واقعا خیلی گنگه، مخصوصا فاصله نزدیک تا متوسط. آره SMG واقعا خیلی خوبیه که این سیزن آوردن، اصلا خوراک مولتیه. حالا بتل تست نکردم، حالا اگه هم خوب بود که میدم اتچمنتش دیگه. پرکش هم این پرک ماریا رو نمیدونم چیه. آره اینو بذارید، اینم 10% مثلا وقتی که دارید میدوید سمت انمی داره به تیر میزنه 10% از دمجشو کم میکنه. خب بعدی هم که مایلاو خودم تندرا باشد، این اتچمنتش هم میتونید بچینید. این اتچمنتش هم دیگه خیلی فسته دیگه. آره اینم خوبه که من خودم با مازلدارشو میشینم که اون بیشتر حال میکنم باش. بعد این نایفش 2 تا نایف واقعا با این میسازه، یه دونه این نیزه هست، یه دونه هم اون کاتانا. آره کاتانا هم واقعا بهش میسازه. گانه بعدی دیارش با اینکه ذره نرف شده، این مسیسش اومده پایین، ولی با این اتچمنت ذره اوکیه. پرکاش هم اینا رو بذارید، کویک فیکس هم برقرار کنید دیگه. خب گانه بعدی هم که فنکه، این اتچمنتش هم بدون ریکوله، اگه دوست داشتید به جای ررگریپش هم میتونید یه ردات بندازید. آره که من ررگریپ میندازم، کنترل گان و اینجور چیزا بهتر شه. سکندریش هم که چیز دیگه، نیزه. آقا بعدی هم BP50 گنگی که واقعا خیلی خوب میزنه، یعنی متای این سیزنه. بچه ها این سیاره مکس رو پیشنهاد نمی کنم چون این سیزن زیاد اوکی نیستش، بجاش یا M13 بردارید یا گرا، اینا خیلی بهتره. گرا هم الان اتچمنتش رو میدم بهتون. M13 هنوز نچیدم یه اتچمنت درست حسابی، ولی خب 100% بچینم 100 میذارم براتون داخل فیلم های کوتاه. خب اینم از اتچمنتش داشتم اینجا میچینم، یادم رفته بود اتچمنتشو. خب اینم نوستو که هم گذاشتم و لیزر نذاریم، آندر بلر بذاریم. آره خب آندر برلش هم بذارید، این چیزا رو بذارید. استریک فور گریپ فکر کنم دیگه. آره همین استریک فور گریپ یا این مرکه، نه ولش کنم، اون استریک فور گریپ که این مرسه نمیدونم چیه اون، نه همین استریک فور گریپ رو بذارید. خب لودات شماره 8 هنوز عجب 8 هم همین چیز هست، یه کلت هم برقرار کردیم بغلش که تازه کردم زیلات زدم اونو گرفتم. بعد شماره 9 هم که چی بود، سویچ بلد X9 بود که اون اتچمنتش واقعا گنگه. گانه بعدی هم لوکاس. و مرسی که این ویدیو رو دیدی، خدا نگهدار.